با سلام. در این ویدیو قصد معرفی دستگاه دیاگ خودروهای سواری ولوو رو داریم. این دستگاه دیاگ ولوو وی باکس هست که جدیدترین دستگاه خودروهای سواری ولوو هستش که میتونه خودروهای ولوو XC90 و مدل های بعد از اون رو به طور کامل پوشش بده. همونطور که مشاهده میکنید این دستگاه از یک اینترفیس و کانکتور OBD تشکیل شده که با سیستم لم و USB به لپتاپ وصل میشه. LED های دستگاه هست که نمایانگر ارتباط بین خودرو و کامپیوتر هست. کانکتور OBD رو مشاهده میکنید و در پشت دستگاه هم اطلاعات دستگاه هست که همونطور که مشاهده میکنید مدل ولوو وی باکس برای اون هک شده. مهمترین نکته‌ای که در رابطه با این دستگاه قابل بیان هست این هستش که این دستگاه پروتکل‌های جدید خودروهای ولوو رو کاملا پوشش داده و در واقع سری‌های جدید که با سرعت بالای انتقال اطلاعات در حد سرعت‌های مگابیت هست رو این دستگاه پوشش میده. CD درایور دستگاه هست و نکته دیگه‌ای که در رابطه با نرم افزار ولوو وی باکس باید بیان بشه اینه که این برنامه کاملا قابلیت نصب روی ویندوزهای 7, 8 و حتی ویندوز 10 رو دارست. کانکتور دستگاه رو میبینید که هر دو سر اون در واقع کانکتور لن هست که از یک سمت به اینترفیس دستگاه و از سمت دیگر به لپتاپ وصل میشه. نکته دیگه‌ای که در رابطه با دستگاه ولوو وی باکس هست، چیزی که شرکت ولوو فراهم کرده اینه که چنانچه مشتری برنامه اپ ولوو رو روی گوشی همراه خود نصب کنه، با این دستگاه این قابلیت رو دارید که از طریق اینترنت به خودروی مشتری وصل شده و بتونید خودرو رو از راه دور ارزیابی بکنید. این بود توضیح کوتاهی از دستگاه دیاگ ولووهای سواری ولوو وی باکس. متشکرم.